این نیستش، همیشه اینجا یه خواسته دیگه داری من کنم خب چرا اینجوری ان ایرانی‌ها؟ سلام برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز برگشتیم دوباره از این ویدیوهای شخصی که خیلی همه توی کامنت زده بودین، از این بعد بیشتر میکنیم. راستش بخوای خودم من چون ویدیوها رو دوستم با حسین بگیرم، هم شما خیلی گفته بودین از سوالای حسین و همکاری حسین و حرفاش خوشتون میاد هم چیز، ولی حسین خیلی چیزه سخت پیدا کردنش. همین امروز صبح 10 تا مسیج بهش دادم تا جواب داد بالاخره. یعنی بچه‌ها من 2 ماهه دارم با سهیل پادکست میگیرم، یعنی یه جوری بعد دقیقه آخرم کنسل میکنه، یعنی من همه کارامو کنسل میکنم سهیل بگیریم، نه امروز رنوویت دارم، بذار یه ماه دیگه 2 ماه دیگه. امروز 1 دقیقه دیر سین کردم جوابشو، 10 تا پیام داد توی 1 دقیقه نزدیک 30 ثانیه 30 تا ثانیه من اینجوری نگاه میکردم حسین انقدری که من امروز گفتم حسین تو کل عاشورا تاسوعا تمام ایرانی‌ها با هم نمیگن. این دروغه، باور نکن. من واقعا ازت معذرت میخوام جلوی بچه‌ها، ولی خیلی رنویشن زیاد بود. خب اول قبل از که تو سوالا رو بپرسی یا چیزی که کاماب کردی از این حرفا، من میخواستم یه موضوع خودم بود میخواستم روش صحبت کنم. پول با پول فرق داره و آدم‌ها اینو متوجه نمیشن فکر میکنم. من حالا منظورم چیه؟ اگه من به یه نفر $50 بدم با اگر تو هر کسی که الان داره این سفر رو نگاه میکنه به یه نفر $50 بدی فرق داره. هر کسی زندگی خودش داستانی داره، یه جوری به پول رسیده. به نفع یه سری آدم‌ها هستن پول خب از طریق خانواده و اینا اومده، از بچگی تو پول بودن، اصلا ارزش پول رو نمیفهمن. یه سری آدم‌ها هستن اصلا پول ندارن، دست یه سری آدم‌ها هستن اونا. یه سری آدم‌ها هستن پول دارن ولی پولو به سختی دست آوردن، یعنی هر $5 $10 رو براش واقعا زحمت کشیدن. خب بعد یه سری آدم‌ها هستن حالا یا باهوشن یا شانس یاریشون میکنه یا یه هر کی داستانش که هر چی هست انگار لاتاری میبرن ها. مثلا خودم الان مثال میزنم، من یه خونه خریدم سال 2019 $1,000,000، امروز هم دریوس $1,000,000. بعد کسی رو میشناسم که خونه خریده $600,000 فروخته $1,500,000، بعد 2 سال پیشم فروخته. یعنی آردی پولش هم من 2 سالم از اون گذشته، این هنوز پولش هم فروخته رفته. یه سری آدم‌ها کلا بد شانسن و واسه پولشون باید زحمت بکشن. خب من یکی از اون آدمام خودم. من خداوکیلی توی زندگیم خیلی زحمت کشیدم برای پولی که به دست آوردم، یعنی دهنم سرویس شد. یعنی حتی اگه بهش فکر بکنی همین دنیای بیزنسام که شروع کردم آنلاین، کانادا یه کشور خیلی کوچیکیه، یعنی نسبت به کشور بزرگه ولی نسبت به جمعیت خیلی کوچیکه، نسبت مثلا به آمریکا و اینا. وقتی که من شروع کردم کار کردن تو آنلاین، همین یه جمله رو میگم سر کسی درد نگیره دیگه، اگه میفهمی نمیفهمی ولشون دیگه. من اگه یه چیزی رو از اینجا جعبه داشتم، این جعبه است، خب اینو می‌خواستم الان از اینجا بفرستم ونکوور، یعنی خونه خواهرم که 40 دقیقه من راهه، برام ارزون‌تر بود. 2 تا آپشن دارم دیگه که من پست آفیس بگم آقای پست آفیس سلام اینو بفرست ونکوور، و یارو میزد تو کامپیوتر میگفت میشه مثلا $8. حالا من اگر اینو میذاشتم توی جعبه، روش UPS چاپ میکردم به آدرس کالیفرنیا، بعد میذاشتمش توی ماشینا رو از مرز رد میکردم میبردمش واشنگتن، اینو میدادم به دست پست آفیس UPS اینو ورمیداشت میبرد کالیفرنیا میرفت توی یه جایی باز میشد، جعبه ها توش در میومد. بعد این جعبه ها رو اون کمپانی میرفت میداد به USPS از تو کالیفرنیا میذاشت تو هواپیما بلند میشد میومد ونکوور میشست بعد میداد به پست کانادا، پست کانادا میداد به خواهر من. این داستان برای من در میومد $2. اگه از کانادا میخواستم بفرستم به کانادا برام در میومد مثلا بین $7 تا $12. خب ببین حالا من چه دهن نظام سرویس شد تو این یکی رو پیدا کردم. یعنی کی فکر میکرد جعبهشو باید پست کنه به یه پست دیگه، بعد اون پسته بده به یه پست دیگه، یعنی 3 تا پست تو بازی میومدن و میشد $2 کل داستان. اینجوری بود دیگه میگم. حالا آمریکا خب خیلی قدرتش بالاست. آمریکا یه جعبه مثلا اندازه اینو واسط میبره از این ور تا اون ور واسه مثلا چه میدونم 70 سنت. کانادا یه هم چیزی بخوای این ور بکنی مثلا باید $20 $40 پول بدی. اصلا زیر $10 نداریم. یعنی بری اونجا مثلا بهت بگی $17 میگی اوکی خوب شد. بعد مثلا چی؟ یه دونه کیس آیفون به این کوچولویی، نه بیمه میخوای روش، نه هیچی هم روش نخوای، مثلا میشه $17. واسه همین خیلی گرونه پست اینجا الکی.
و کلا زندگی واسه من مثلا همیشه سخت بوده، انگار لول سخت بوده. آره جای خوب به دنیا اومدم، پشتیبانی خفنی داشتم، مثل شانس‌های قوی داشتم، مثل مهرهای قوی بهم داد. ولی از اون گفت حالا که مهرهای قوی داری دنیا، گفت حالا دیگه دهن رو سرویس کن. یعنی مثلا من میگم برای فکر کن یه نفر که تو آمریکا زندگی میکرد، جعبه‌ش اینجوری پک میکرد، اینجوری لیبل از پرینتر میکند، میزد رو جعبه‌ش، میذاش پشت در خونش، بعد میرفت میشه پلی استیشن بازی میکرد. من بعد این جعبه رو برمی‌داشتم می‌ذاشتم توی ماشین رو روشن می‌کردم می‌بردم تو مرز 1 ساعت 2 ساعت وای می‌ایستادم. بعد تو مرز می‌رفتم اونجا سینجینم می‌کردن چون که زمان بن لادن بود. بعد از اون مرز برم تو پست آفیس وای می‌ایستادم تو صف، میدادم اونجا، یارو برام شیپ می‌کرد، بعد خودم بعد 2 ساعت برمیگشتم میرسم خونه. یعنی فرق ناکن واسه من مثلا 7 ساعت وقت می‌گرفت واسه اون که در خونه‌شو باز می‌کرد، می‌ذاش پشت درش می‌بست. بعد اونی که تو آمریکا بود هر روز میذاش پشت در خونش میبست، هر روز میومد ازش پیکاپ میکرد. من هفته‌ای 3 بار میتونستم بفرستم. یعنی من سه شنبه و پنج شنبه نمیفرستم، من دوشنبه چهارشنبه جمعه میفرستادم. یعنی میدونی همه جوره من عقب بودم. یعنی اگه مثلا من میگم اگه من آمریکا بودم مثلا میرفتم بانک، گفتم آقا من پول میخوام، من پول بدید میخوام خونه بخرم، من مثلا ماهی $50,000 درآمد دارم، این پولیه که یه مهندس در سال در میاره، به من پول بدین. گفت خب اوکی دافعین بده نشون بده من درآمدت تو چیه. گفتم آره من درآمدم روی اینترنت، روی آنلاین. بعد گفت یعنی چی آنلاین؟ گفتم که اینجوری. گفت معلومه تو به آنلاین پول میدن؟ گفتم آره. گفت چه جالب، خب من نشینده بودم فکر کن این زمانه. بعد میگم خیلی خب حالا میگه خب بانکت چیه؟ میگم بانکم پیپله. بعد میگه پیپل بانک نیست. میگم آره یه جایی. میگه خب نمیشه که تو پولو از اینجا که ما نمیفهمیم در میاری میدی به یه نفر به اسم پیپل که یارو تو فردا ببنده بره. میگم خب چرا ببنده بره؟ داره پول در میاره، داره هر درصدی میگیره. میگه نه ما که نمیدونیم. پیپل که مثلا انقدر بزرگه میگه مثلا قبولش نشن به عنوان بانک، حتی که بخوام بهش کردیت بدم گفتم پولتو بدزده. بعد از این حالت میگفتش که بیاد چیز کن، بیاد مثلا زندگیتو بچرخون. حالا اگه من تو آمریکا بودم فقط کافی بود بلندشم برم مثلا چیز کنم، فقط کافی بود بلندشم برم بانک بگم به من پول بده، همین نشون میدادم پول میپاشن تو صورتم. الان من 2 تا مال خریده بودم همون موقع مثلا، الان من 2 تا مال ندارم چون که این ور مرز اومدیم، یعنی به جای که بریم آمریکا اومدیم کانادا. برای همین واسه مثلا من برای همه پولایی که تو زندگیم درآوردم زحمت کشیدم، برای همین وقتی هر پولی هم میخوام بدم بره برام سخته چون تمام زحمتامو یادم میاد توش. ولی یه نفر هست میگم یه خونه میخره $400 2 سال میفروشه 2 میلیون، 1,600,000 درآورده. بعد این حرومزاده میبره رستوران به زورش میاد پول غذا بده، یا فکر میکنه هنر کرده. اصلا معلوم نمیشه. نه اصلا آدمی تو مغزم نیست، کلا دارم راجع به زندگی صحبت میکنم. چون که من که خداکی دوستام خیلی دوام دارن، یعنی من قور شخصی زیاد کم یعنی زیاد ندارم، دوستام خیلی به من حال میدن خداکی. ولی دیدم تو زندگی من مثلا یه نفری که داره مسیف پول در میاره، نه که مسیف پول در میاره، کسی که راحت پول در میاره راحت خرج نمیکنه. اونی که پول سخت در میاره وقتی خرج میکنه باید 100 برابر کردیت بگیره، ولی نمیگیره چون که مردم مقایسه‌اً براشون معنی نداره. مثلا من یه کارگر اومد اونجا کار کنه، بعد یهو میگه آقا باید $200 بیشتر پول بدی، کل کار $1,000 بود، $200 میشه 20%. گفتم اصلا هیچی نگفتم، اوکی. بعد فرداش من گفت باید $300 بیشتر بدی. گفتم چرا؟ گفت خیلی کار سخته و اینا. گفتم خیلی خوب. من گفتم بیا این کارو انجام بده، تو من گفتی $1,000 بعد $200 اضافه کردی دیگه، این دیگه واسه چیه؟ گفت خب نه تو به من ارزش نمیدی و فلان. چرا؟ اومده بود دیده بود خونه من توش 4 تا ماشین پارکه، خونه خوبه فلان. گفت آقا این یارو داره. و من از این موضوع خیلی بدم میاد چون تمام زندگیم هر روز میبینمش این صحنه رو. و اینی که مردم واقعا نمیفهمن، یعنی یه دقیقه خودشون جای یارو نمیزنن. خود حمالت بهش اینجوری گفتم احساست چیه اگر روز اول بیام بهت بگم آقا 1000 نمیارزه 800 بهت میدم، بعد روز دوم بیام بهت بگم 800 نمیارزه 500 بهت بدم، دیوونه نمیشدی؟ گفت چرا، همون موقع میذاشتم میرفتم. گفتم خب همون کار داری با من میکنی، چه فرقی داره؟ ولی فقط چون تو میدونی پولم رو دارم میخوای بدمش به تو، ولی تو هیچ آیدی نداری که من این پول از کجا آوردم، من نمیدونم چقدر زحمت کشیدم براش. حتی اگه بابا من پولدار باشه باز بدتر میشه. چرا؟ چون نشون میده من که ارزه ندارم پول در بیارم، پس باید بیشتر به پول بچسبم. چون بابام پولدار بوده، پول داده به من باید حواسم باشه، چون من نمیدونم بابام چجوری اینقدر خوب کار میکرد، حوصله داشت به سر کار یا شورش میرسید هر چی که بوده. ها خیلی وقت خودت هم مثلا نسبت به بقیه همین طرز فکر رو داری؟ مثلا اگه از خودت پولدارتر ببینی یعنی همین فکر رو میکنی یا نه میگی که اینم مثلا به سختی
برخورد و اینا. نه من هیچ وقت مثلا کسی که مثلا میبینم پول داره هیچ انتظاری ازش ندارم، خب ولی یه سری چیزا منطقی نیست. مثلا اگر یه نفر میاد عروسی میگیره توی کشتی، بعد فلان قدر پول میده، بعد میگه فقط مشروب شراب میدم، میگم دادا من که نگفتم عروسی بگی تو کشتی، تو تصمیم گرفتی، تو تصمیم گرفتی باحالشونی دیگه. اگه نداری مشروبو باز کنی بگی هر چی میخوایم بخورین، نگی تو کشتی. اگه تو کشتی میگیری با بنتلی رانندگی کردی تا بری سوار کشتی بشی، دیگه دزدیه. مثلا میخوای الان $10,000 کمتر خرج کنی. من میفهمم $10,000 خیلی زیاده ولی تصمیمشو تو گرفتی. مثلا اون لحظه من مثلا ناراحت میشم، میگم که چطوری مثلا این یارو که تونست، میفهم تو اون لحظه مهم نیست پولتو سخت در آوردی یا آسون در آوردی، چون تو تصمیم گرفتی که این کار انجام بدی. یا مثلا غذا سفارش، مثلا میگن غذا هست، بعد مثلا خب اینجا ما وقتی مثلا عروسیه آپشناشون مثلا معلومه، مثلا میگن یه دونه غذا باشه اصلی، 2 تا غذا اصلی باشه، 3 تا غذا اصلی باشه، 4 تا مثلا از غذا باشه، مثلا دیگه گنگش 4 تا غذا اصلیه. و وقتی میبینی یه دونه غذا اصلیه، میبینی یارو یه دونه انتخاب کرده، بعد میگی خب تو که داری بهت فشار میاد، برای چی اومدی رو کشتی؟ نمیگفتی رو کشتی، چون نرفتی مثلا توی رستوران اجاره کنی اونجا مثلا نحوه احسن عمل کنی. اگه اومدی تو کشتی تصمیم درست بگی. ولی مثلا نمیرم خونه یه نفر پولدار، مثلا میگم نمیرم خونه پوریا بعد بگم که چرا آب فلان نمیاری، چرا آب شیر به ما میدی. حالا مثلا یادم خونه پوریا چی خوردم، ولی مثلا میگم اگه مثلا خونه پوریا به من مثلا آب معمولی میداد یا مثلا یه بطری آبی میداد که مثلا بطری آب شهره، من میگفتم چرا بطریای تو از ویسلر نیومده که دونه $50، یا چرا بطریات فلان نیست که دونه مثلا فلان از فیجی نیستش، چرا نه. اینو هیچ وقت ندارم، هیچ وقت نشد تو زندگی میارم خونه که میگم که این خونه‌اش یارو نگاه کن حداقل $5 میلیون خونه است، $10 میلیون خونه است، بعد برم تو یخچالشو باز کنم ببینم مثلا آبش فیجی نیست، بگم سگزاده خونه‌شو خریده $10 میلیون آبشو میخواد بره، نمیره آب فیجی بخره. میدونی این اخلاقو اصلا ندارم، چون هر کسی زندگیش به خودش داره، تصمیم خودش رو میگیره. مثلا من همه چیزایی که میخوردم ارگانیک بود، برای سالیان سال همیشه ارگانیک. بعد یه لولی که مثلا نمیتونن کسی که ارگانیک میخوان تو لول من بخورن، میرفتم مزرعه پیدا میکردم، با مزرعه دار آشنا میشدم که ببینم تو چه لولی وسطش ارگانیک، بعد از اون میگرفتم. واقعا هم به یه چیزایی رسیدم از نظر مزه‌ای انگار برگشته بودی به 40 سال پیش تو ایران. ولی ببین مثلا من خودم به عنوان ادیتور، اگه مثلا من چند تا مثلا کارفرما داشته باشم، چند تا چی داشته باشی؟ چند تا مثلا کار داشته باشم، خب مثلا اونی که پولدارتره، حالا مثلا درست مثلا باز مثلا سرش و تنش میارزه، اونو مثلا فرصت خیلی بهتری میبینه. اینو نمیدونم، حالا شاید همه داشته باشن، کلا هم بحث چیزش هستش، بحث مثلا شبکه سازیش هستش، مثلا ارتباط گرفتن هستش. همین که مثلا من خودم با خودم مثلا فلانی مثلا خرج ماشینش تو ماه مثلا $10,000، چرا مثلا نباید $100 رو باید بدم به $200؟ مثلا همچین فکری دارم من. این چی میگم؟ همینو میگم دیگه، نباید اینطوری باشه. مثلا کلا اینو میبینم مخصوصا با ایرانی‌ها، وحشتناک با ایرانی‌ها که برای خودشون ارزش قائل نیستن. ببین من گفتم که آقا من حاضرم ساعتی $300 بگیرم، اگه کسی میخواد من سوال بپرسه بعدن سوال بپرسه. من گفتم ارزش من 300. نگفتم به من مسیج بزنین با هم قیمت تفاوت کنیم. شما چی کاره ای؟ بابا پولداری؟ اوکی من $5,000 میگم با تو حرف میزنم. تو چی کاره ای؟ تو چی؟ اوکی $20 بده. ببین هر کسی باید کارش ارزش داشته باشه و بخواد اون ارزشش رو به حقیقت برسونه. تو امکان داره مثلا فکر کنی کار $200 میارزه، بعد میای با من کار میکنی اما $100 میگیری، میری به نفر دیگه که عوضش بهتره رو پیدا میکنی، به اون آفر میکنی آقا من کار 200 میکنم، بعد اون میگه اوکی. این معنیش نیست که حالا بری یکی رو پیدا کنی بگی آقا 300 میکنم برات، بعد اونم دو در کنی بری. تو باید یه گلی داشته باشی روز اول بهش برسی. من دقیقاً تو دارم میگم. ببین مثلا تو ایران بذار به تومن بگم قشنگ بفهمم. مثلا تو ایران واسه یکی ادیت بخوای بزنی 20 تا ریکس تو ماه مثلا 6 تومن، خب ولی واسه خارجی ها مثلا آدم از 12 تومن میده، 15 تومن میده اینا. بعد اون ارزش کاره واقعا اون 12 تومن و 15 تومن است، به خاطر اون سیستمی که ایران داره میاریم روی این قیمت. متوجه چی میگم؟ نه ولی کلا حالا من خودم مثلا ایرانو که مثال نمیزنم، من ایرانیای کانادا رو مثال میزنم. اینجا مثلا اگه زنگ بزنی به ایرانی که بگو مثلا پله میزنه ها، کابینت درست میکنه، دیوار میزنه، بهش بگی آقا من میخوام برام دیوارمو صاف کنی، چقدر میگیری؟ امکان نداره به جواب بده.
من اینو نمیفهمم چرا. معنای خودم هر بیزنسی به من بگو آقا مثلا همین، بگو میخوام دیوار بزنی، چقدر میگیری؟ میگم آقا من هر درایوالی رو که وصل کنم که اندازش هست 4 فیت با 8 فیت که میشه 2 متر در 4 متر یا هر چقدر همون دیگه 4 فیت 8 میلیون کش، من هر یه دونه از اینا که بخوام بزنم $8 میگیرم. دیگه تو نگاه کن دیگه، سقف اگه 5 تا میخواد من $40 میگیرم. نه من هر کدومشون رو $200 میگیرم. 5 تا میخواد $1000 میگیرم. توی این چی هست؟ توش همه چی هست. من دیگه خودم گلی که لازم داره رو میارم میزنم، پیچ که لازم داره رو میارم میزنم، اون درایوالی که باید بخرم و میخرم، میارم وصل میکنم. حالا اگه میخوای درایوالت کلوفتر باشه $20 به هر یه دونهش اضافه کن. این یارو دیگه حساب کتابشو داره، میدونه. به هر بیزنس ایرانی که زنگ میزنی میگه آقا من میخوام یه کاری واسم بکنی، میگه باید بیام ببینم. بعد میان کارو نگاه میکنن، تو رو نگاه میکنن، باهات حرف میزنن تا بفهمن یه خورده وضعیت خوبه، قیمتا همه میره بالا. بعد تا بگی بابا داداش یه دونه روغن عوض کردن واسه توه، میگم آقا تو به زندگی من چیکار داری؟ تو قیمت خودتو به من بگو، چرا من تاثیر گذارم تو قیمت تو بگو آقا من برای اینقدر کار میکنم، حداقل قیمت بیس تو داشته باش. بعد مثلا شاید من میگم من تخفیف بده، بگو تخفیف میدم. یا مثلا من میگم آقا من دیوار کلوفتر میخوام، بگی 2 تا لایه میخوام ضد صدا بشه، تو بگی اوکی. برای همین من چیزی میگم آقا آدما باید قیمت داشته باشن با یه ستاپ که منطقی باشه. بگی آقا من اینو مثلا میگم اگه من بگم بیا خونه من درایوال بزن ولی بگم اینجا میخوام دایره باشه، تو حق داری بگی آقا درایوال دایره سخته، این قیمتش فرق داره، قیمتی که مثلا واسه دایره صافه. فقط اگه بگم مثلا میخوام این درایوال رو بزنی که احتیاج داره پیچای انقدی بزنی چون یه داستانیه، بعد تو میگی آقا من قیمتی که بهتون دادم پیچای فقط 1 اینچی حساب کرده بودم توش، این پیچ همیشه این. بعد میدونی منطق باید داشته باشه. مثلا به یارو میگم به من قیمت بده با وسایل، یعنی خودت همه چی رو بخری، پیچ و دیواری رو بخری، میگه $2000. بعد میگم اوکی اگه من وسایل رو بخرم چقدر؟ بعد میگه $1200. برای من وسایل میخرم میشه $100. بعد میگم خب برای چی؟ بعد اون وقت من چاقالم دیگه، من میرم از یه مغازه میخرم که داره تا دسته میکنه تو پاچه من. اینا خودشون جای خودشون دارن، تعداد میخرن، باز خودشون نگه میدن، از کارهای قبلیشون دارن یه سری وسیله. میدونی تو وقتی میری 5000 تا پیچ میخری واسه کار، 5000 تا پیچ که استفاده نمیکنی، نه 3000 تا استفاده میکنی، 4000 تا استفاده میکنی، 4700 تا استفاده میکنی، 300 تا داری. یعنی میتونه 10 تا کار منو میتونه تمام کنه. نمیکنه نامرد بگی آقا بیا $100 80 بده به من، 50 که من از کارهای قبلی میارم، میرم $30 هم جنس میخرم، از یارم $100 گرفتم، ایران $80 گرفتم، خودش سود کرده، جنس آشغالشو فروخته، منم حال کردم. میاد به من قیمت میده $700 فقط واسه اینکه 10 دقیقه رانندگی، 9 دقیقه از خونه من بعد 9 دقیقه من رانندگی کنم، من بگیرم بیام. میدونی من اینو نمیفهمم که چرا انقدر آدما احمقن. حالا این خاص ایرانی‌ها نیست، این تمام آدمایی که تو کار بیزنس سرویس هستن اینطورین. بیزنس‌های سفید پوست بگن که مثلا کانادایی ان و اینطوری، اونا نه، اونا درست حسابی ان. زنگ میزنی بهش مثلا لوله کشه، میگه آقا چقدره؟ میگه آقا من ساعتی $180 میگیرم، نیم ساعتم میگیرم بیام. یعنی الان میخوای من بیام یه $90 باید بهم بدی که پول وقتم و رانندگیم و بنزینم و اینا میشه، میرسم اونجا 1 ساعت مینیمم چارج میکنم. یعنی برسم اونجا بگم او این پیچ رو نبستی ببندم، پول تو مینیمم تو بعد $270 الان چارج میشی. اگه بیا اونجا ببینم لازمه 10 ساعت کار کنم، اوکی 10 تا 180 میگیری، از ساعت پنجمم $30 قیمت کم میشه. ببین یه سیستم کامل داره، یعنی تو اصلا رو هوا نمیمونی. میگه خب اوکی پس اگه یارو بیاد هیچی نباشه 270، اگه بیاد هر مشکلی باشه میمونه روی این ساعت انقدر، اوکی پاشو بیا. بعد که میاد اگه بیشتر، بعد خوشم نوشته اگه بیشتر 10 ساعت باشه باهات صحبت میکنیم. میگه آقا این کار خیلی خفنه، الان اتفاقی افتاد ما باید اینقدر کار کنیم، بالای 10 ساعت یه قیمت بدیم. میدونی منطق هست تو کارشون. به لوله کش ایرانی که زنگ میزنی باید بیام. بعد یه کاریه که میکنن خیلی من بدم میاد، مثلا به برقکار زنگ میزنی میگه آقا بیا از اینجا از فاصله 20 متر برق بکش، میگه میشه $2000، میگی قبوله. کار واسه یارو 2 ساعت و نیمه، یعنی یارو داره 2 ساعتی $1000 داره میگیره، یعنی یاری کرده تو پاچت تکنیک. چون برقکار اگه به اون کمپانی درست حسابی زنگ بزنه میگه برقکار من ساعت اول $180 نیم ساعت میگیره، بیاد همون داستان. چون میخوای با ایرانی بیزنس بکنی و میخوای با همزبون باشه و شاید بتونی تخفیف بگیری، زنگ بزنی به ایرانی بهت میگه 2000، عددی اصلا بهت میگه انقدر آفه که اصلا نمیدونی چی بهش بگی آقا میشه مثلا $1700 تخفیف بدی چون این کاری حسابش تو نمیکشه، یا مثلا میگه مسخره، میدونی اصلا نمیشه دیگه بحث کرد، انقدر عدد آف میده. بعد حالا
خیلی موقع میشه که بلد نیستن و میره تو پاچشون دیگه، کسی که اومده زبون بلد نیست مجبوره، مثلا بابای من، این داستان واقعی. یارو میاد داره 20 متر میکشه، بعد بهش میگم میشه یه دونه 1 متری هم اضافه کنی به اینجا انشاب بدی؟ میگه آره $400. میگم خب تو که حروم زاده آلردی سر این کلا گذاشتی، چرا نمیگه؟ بعد میگه با لبخند بگی آره عزیزم چرا نمیشه، چیز دیگه هم خواستی بگو اشکال نداره راحت باش. این نیستش، همیشه اینجا یه خواسته دیگه داری من کنم. خب چرا اینجوری ان ایرانی‌ها؟ چرا منطق نداری؟ چون نمیاد بگی شو من هر کاری میخوام واسات میکنم، ساعت اینقدر طول داره، کانترکت ما بوده برای امروز که من این کارو بکنم $2000، من ساعتی $100 هم میگیرم، اون نیم ساعت اولیه‌ام که باید بکنم تو پاچتون نمیکنم چون که اینجا آلردی، اگه میخوای هر کاری هست به من اضافه بگو. کارش تماشا میکنم تماشا چیکار کنم، میگم اینو هم بکن، میخوای بیا 3 ساعت 300. ولی اگه بهش بگی اون کارا رو بکن، اگه کل کار 25 ساعت طول کشیده و بوده $2000، اگه بهش بگی 1 ساعت اضافه کار بکن $500 میخواد. بعد اگه بگی نه ناراحت میشه چون میگه تو خسیسی چرا گفتی به کار من نه، اصلا مغزت منفجر میشه، میگی منطق نداری چون میخوای سران کلا بذاری. و من اینو خیلی دارم می‌خواستم راجع به ایرانی‌ها صحبت بکنم که آقا برای کاراتون برای خودتون ارزش قائل باشین، نه برای اینکه چقدر طرف موفق بوده شما الان تو یه باری که زندگیتون میبینید میتونید تو پاچش بکنید. این راه درست زندگی نیست، راه درست بیزنس نیستش. تو بیزنس باید قیمت رو داشته باشی که همه چی. مثلا من یکی از دوستانم هستش که خیلی هم دوستش دارم، تو کار سنگه، قیمت نداره، بهش میگم داداش من چرا نمیگی ارزون ترین سنگ، یکی به زنگ بزنه بگی آقا من میخوام چیز بکنم چنده، تو بگی آقا متری یا مثلا مینیمم باید 6 متر سفارش بدی، ارزون ترین سنگ سفید و سیاه و آبی هم وجود داره توش، یعنی حالا مثلا 10 تا رنگ وجود داره، ارزون ترین سنگ برات در میاد انقدر، امکان نداره، میگه بفرست ببینم، بعد که میفرسته نگاه میکنه، بعد یه قیمتی نسبت به اون میده. و من نمیفهم چرا این یه سیستم نمیشه. هر چقدر به رفیق خودم هم میگه نه اینجوری بیزنس ما نیست، باید بری هر کسی با هر کسی فرق داره اینا. من نمیفهمم چرا، چون کمپانی گنده ها دارن میکنن این کارو دیگه، کانادای سفیدا دارن این کارو میکنن. زنگ میزنی بهش میگه آقا یه قیمتی بهم بده پای تلفن، میگه اوکی ارزون ترین آپشن با اینطوری دایرم توش نبریم این قیمته. بعد تو میفهمی دیگه، بعد تو میگه آقا من یک گوش حالا اینو دارم اونم دارم، اونم قیمتش اضافه میاد روش. ولی اینکه قیمت خاص وجود نداره تا ببینیم چقدر طرف میتونیم بگیریم، این خیلی بده. چون یه اتفاقی هم که میفته وقتی تو خود بیزنسمن هستی، یعنی طرفی هستی که داری قیمت میدی، همیشه نگرانی که نکنه بیشتر میدادم میتونم بیشتر بگیرم، یعنی تو همینجوری راضی نیستی. همون میشه که $2000 گرفته بهش میگی بیا یه خورده دیگه کار کن، میگی $500 دیگه بده، چون میگه احتمالاً به اینا میگم 2-500 هم میدادن دیگه، و اونجا اونو میخواد بکنه توش. بعد باعث میشه که تو یه بار فقط با این آدم کار میکنی، وقتی میره تلفنشو پاک میکنی. من کاری که میکنم خیلی باحاله، اسم اینا رو پاک میکنم، اسمشون می‌نویسم احمق، و هر چند وقت مثلا یه جایی که تبلیغ میذارم کار میخوام، بعد یکی بهم تکست میزنه به اسم احمق، بعد میفهمم یکی از اوناست. خب آقا این حرف من بود، خود چیز بود راجع به بیزنس ها، و اینکه حواستون باشه پول با پول فرق داره. هر آدمی پولشو یه جوری دست میاره، یکی واقعا $10 $20 در میاره، یکی میره. من مثلا بعضی روزا کار استاک مارکت انجام میدم، میرم تو توالت یه چند تا کلیک میکنم، مثلا $2,000-3,000 پول در میارم. و اون روز اگه برم بیرون هر کاری دیگه بخوام میکنم. اگه برم غذا بخورم به یارو انعام خیلی زیادی میدم، چون اون روز پول مفکی در آوردم، خیلی راحت زحمت نکشیدم براش. ولی وقتی مثلا میری زحمت میکشی برای مثلا همین $5 پول در میاری، $200 پول در میاری، برات مهمه، نمیتونی سریع خرابش کنی و آدما اینو نمیبینن. من خواستم اینو از یه طرفی آدمی که دیدم آدمای خیلی زیادی هم پولدار هم غیر پولدارا خیلی از این موضوع ناراحتن که مردم ارزششون رو نمیفهمن، این فکر میکنن مثلا اینا بهشون بدهکارن، اینا باید جوره مردم رو بدن، و این خیلی حس بدی همیشه که میخواد ببینید چقدر میتونم از این رو بدیقم. خواستم اینو بزنم بیرون. دمتون گرم. حسین چیزی داری اضافه کنی؟ یه سوالی؟ دمت گرم، حرف خیلی درست بود، منم خیلی ستود ذهنم روشن شد واقعا. دمت گرم. I love you. تا به اپیزود بعدی که 5 دقیقه دیگه ضبط می‌کنیم بریم توش. سوال اقتصادی